همدیگه رو دوست بداریم، با همدیگه مصافحه بکنیم، همدیگه رو تو آغوش بکشیم، مشکلی نداره. اما خم بشن بندگان خدا دستش ببوسن، هر کسی باشه. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. چقدر این خدایان ساختگی، پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان از شما گرفتن، خیلی وقتا گم میشیم. 4 تا لقب بهمون دادن. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم. هیچ شیخی و هیچ شخصیتی نباید اجازه بده مردم خم بشن دستش ببوسن. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. احترام و حرمت و محبت یه چیز دیگه است، اما خم شدن، دست بوسیدن، این تقدسگرایی سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. افرادی پایبند بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، به جایی رسیدن که ادعای خداوندی کردن. مرید و مرادی درست میشه، عبادت ها تعطیل میشه. به جایی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه، دعوت به پرستش خودش میکنه. پرستش غیر از محبت افراد در